سرگئی میرانوف رهبر حزب روسیه عادل دعوت دارد که در صورت اخراج مهاجران از روسیه اهل عائله آنها نیز از این کشور بیرون کرده شوند. او این پیشنهادش را به سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرستاده است. بجز این به اندیشه میرانوف برای آنهایی که بدون روادید بر روسیه می آیند باید پول ورود را جاری نمود. از این مبلغ به گفته میرانوف امکان پرداخت اخراج مهاجران فراهم می گردد. علاوه بر این رئیس حزب روسیه عادل از محدود کردن تعداد مهاجران در خدمات تاکسی، ساحه‌های طب و معارف و داروسازی جانبداری نموده خواسته است که نظام پتنتی از بین برده شود و مهاجران تنها طبق درخواست مشخص کارفرمایان به کار در روسیه جلب گردند. یکی از دیگر طلب میرانوف منع با خود آوردن عائله های این مهاجران می باشد. امیدوارم که رهبر حکومت پیشنهادهای ما را که با منفعت‌های شهروندان روسیه کاملا موافقت می‌کند دستگیری نموده در ساحه تنظیم مهاجرت تغییرات تأخیرناپذیر و ضروری را وارد می‌کند. هفته جاری گروه از وکیلان دومه دولتی روسیه نیز طرح قانون را پیشنهاد کردند که عائله های مهاجران را که با پتنت کار می‌کنند از حق درآمدن به روسیه محروم می‌کند. در همین حال وکیل دومه دولتی سویتلانا بیسراب پیشنهاد مذکور را به بحث کشید و از مهاجران و عائله های آنها حمایت کرد. و در صحبت با نشریه اوترنی یوگ گفت که خطر مهاجران عائله دار از آنهایی که به تنهایی به روسیه می آیند کمتر است. به گفته بیسراب در افزایش جنایتکاری میان مهاجران نه خود آنها بلکه فساد و سهلنگاری منصبداران عیب دارد. وکیل تاکید نموده است که مهاجران بیشتر به کار کم‌مزد و شرایط بد داشته راضی می شوند. اگر به جای این مهاجران مردم محلی به معاش بلندتر به کار جلب شوند ارزش خدمت رسانی نیز بالا می رود. از این رو به اندیشه بیسراب تشبث وکیلان حزب لیبرال دموکرات روسیه تنها بر زیان است. مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمیدانند در روسیه سکونت نموده گاه زیر حمایت بعضی منصبداران الهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آماده‌اند در روسیه صافدلانه و پرثمر کار کنند. این گفتمان ها در شرایط صورت میگیرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریبا 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه اوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومه دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است.